بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. با سرخط خبرها آشنا گردید. رئیس جمهور تاجیکستان تعریف و توصیف را نسبت خودش منع کرد. از کیسه مهاجران بودجه روسیه زیاد می شود. در ازبکستان مجسمه های جنگ بزرگ وطنی را نابود می کنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 19 مارس در ملاقات با زیایان در کاخ نوروزی پایتخت اظهار داشت که اهل ضیا قهرمانش را از میان مردم از جمله کشاورزان پیدا کند. کشوردار تاکید کرد دهها بار گفتیم پرزیدنت و منصبداران دیگر را تعریف و توصیف نکنید، قهرمانان خود را از میان مردم یابید. امامعلی رحمان اینچنین کاخ نوروز را توصیف کرد که دوام 6 سال ساخته شده، دستی یگان خارجی به آن نرسیده است. اینجا دستی یگان خارجی نیست، تمام استاهای ملی از رشت و بدخشان و سوخت در اینجا به کار جلب شدند. رئیس جمهور اینچنین تاکید نمود که کاخ نوروز از حساب بودجه دولت ساخته نشده برای بنیادی آن صاحبکاران را جلب کرده است. تصویرهایی که در بعضا سنگ‌های است متخصصان را گفتم حاضر نوشته کرده ایستادن، هر یک گیم که ویش الیمنتش وی خودش دارد، همه خیلی گرفتگی نیست. در تالار سنگین، در دیگر تالارها همش از 90% از سنگ‌های تاجیکستان است. 90% معقول شد؟ بودجه روسیه از پول زحمت مهاجران تشکیل می شود، ولی شرایط زیست کاری آنها همچنان ناهنجار باقی می ماند. کنستانتین رامادانوفسکی سردار سازمان مهاجرت روسیه در یک نشست با روزنامه‌نگاران اظهار داشته است که مهاجران در 3 ماه گذشته به بودجه این کشور بیش از 1.5 میلیارد روبل وارد کردند که این رقم از دیگر سالها کلاً فرق دارد. به گفته او نظام نوی دریافت مجوز امکان فراهم آورد تا مهاجران کاری به بودجه کشور از 80 تا 100 میلیارد روبل وارد کنند، چون این رقم ها اول سال بیش از 1 میلیارد روبل را تشکیل می دهد. به گفته او مشکل خانه های رزینی و یا خانه هایی که در آن تعداد زیادی مهاجران ثبت نام شده بودند برطرف کرده شد. اما جناب رامادانوفسکی درباره شرایط دریافت مجوز که دولت روسیه می بایست برای مهاجران آماده سازد پاسخ آرامانه داده افزود که هر کاری که نو آغاز گردد کمبودی‌های خود را دارد و این را باید همه آرامانه قبول نمایند. این گفته سردار سازمان مهاجرت در حالی است که برخی از مهاجران برای دریافت مجوز شب را در نزد مرکزی صدور مجوزها سحر می‌کنند و تا بود و باششان را قانونی گردانند. اکنون خبر منطقه و تاجیکستان را در بخش خبر در یک سطر تماشا کنید. وزارت معارف و علم تاجیکستان تصمیم دارد برای کودکان و نورسان یک نشریه تأسیس بدهد با نام دانش و همچون ضمیمه هفته‌نامه آموزگار به طبع میرسد. 22 مارس سال روان در آثارخانه اتنولوژی شهر برلین آلمان جشن بین المللی نوروز در یک جایگی با کشورهای حوزه نوروز تجلیل می گردد. سفارت جمهوری تاجیکستان در این چاره‌بینی به گوشه فرهنگی، پیشنهادهای خوراک‌های ملی و برنامه کنسرتی با اشتراک سراینده تاجیک مهرنگار رستم اشتراک می‌نماید. دورنمای همکاری‌های امنیتی تاجیکستان و ترکیه معاون اول وزیر امور داخلی جمهوری تاجیکستان عبدالرحمان علمشاهزاده و وابسته نظام سفارتی ترکیه در دوشنبه اونالبای خان در ملاقات دایره دورنمای گسترش روابط دوجانبه، مبارزه با تروریسم، تندروی و همچنین آموزش کارمندهای نیروهای انتظامی بررسی شد. مکتب میانه تحصیلات عمومی شماره 21 جماعت دهات به نام فیضعلی سعید فی ناحیه باختر که در آن حدود 1000 نفر درس می‌خواندند چاپ شده است. این مکتب در زمان شوروی بنیاد شده و در حالت صدموی قرار داشت. شب 18 به 19 مارس چاپ شده است. ضرر دیدگان نیستند. کمیته امنیتی ملی قزاقستان اعلام کرده که کمابیش 150 شهروند این کشور در صف گروه‌های تروریستی می‌جنگد و کمابیش 200 زن و کودک نیز همراهشان هست. در 2 ماه سال میلادی تاجیکستان تحویل برق به افغانستان را نسبت به همین دوره سال گذشته 57% افزایش داده است. پیشتر گفته شده که برق رسانی به شهروندان خود تاجیکستان تنها در آغاز مارس و همزمان با برگزاری انتخابات مجلس راه اندازی شد.
برنامه را ادامه می دهیم. وکیلان مدافع جمال‌الدین محمودов عضو بازداشت شده ریاستی عالی حزب نسل اسلامی تاجیکستان میگویند روزهای اخیر هفته تفتیشات پرونده زیر حمایه‌شان به اتمام خواهد رسید. جمال‌الدین محمودov در برابر عضو ریاستی عالی حزب نسل اسلامی تاجیکستان بودن با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نماینده این حزب در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی کشور بود. 10 فوریه سال روان از سوی کمیته دولتی امنیتی ملی بازداشت گردیده بود. صحبتی داریم با وکیل دفاع جمال‌الدین محمودov ظرفا رحمانی. درود خانم ظرفا، می توانید به ما وضع کنونی زیر حمایتان جمال‌الدین محمودov را شرح بدهید؟ خب من حاضر که از حضور اون کس آمده من واقعی ملاقات داشتم حاضر حالتشون خوب هست یکون شکایت ندارند و مثلا تفتیشات ادامه داده استاده است تفتیشات ادامه یافته استاده است. خب کدام مسئله قطعی شما میخواستید بکنید؟ آیا گفته می توانید که این دعوا به فایده محمودov انجام می‌یابد؟ ما امیدوار هستیم اولا که این کار حل خود رو می‌یابد، یعنی هم مفتشون و هم در سود این قضیه به منفیسانه حل می شود و امیدوار هستیم که اون کس آزاد می شوند. ولی باز هم می بینیم که تفتیشات تا کجا ادامه می یابد و نتیجه چه خواهد بود. آیا این دعوا یگان ربط دارد با انتخابات پارلمانی گذشته تاجیکستان؟ فکر میکنم این هم بستگی به انتخابات دارد، چون که می توانید هنوز سال 2013 یا بعد یا پیش از انتخابات این مسئله رو ببینن، چون سال 2013 این مسئله برخواسته بود می توانستن که جلال‌الدین محمود رو به آزادی عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات راه ندهند. یگانه نماینده حزب نهضت در کمیسیون رشدی از کمیسیون مرکزی برکنار شد. سلامت باشید خانم رحمانی. سلامت باشید. ما صحبتی داشتیم با وکیل مدافع جمال‌الدین محمودov ظرفا رحمانی. مجسمه جنگاور جنگ بزرگ وطنی را در مرکز انگرین یعنی آهنگران ازبکستان نابود کردند. منصبداران حکومت محلی شرح ندادند که چرا مجسمه را محض در عرفه جشن 70 سالگی پیروزی بر فاشیسم آلمان از بین بردند. به نوشته رسانه‌های ازبکی به جای مجسمه جنگاور جنگ بزرگ وطنی پیکره علیشیر نوایی را خواهند گذاشت، اما خاطر 120,000 کشته شدگان جنگ بزرگ وطنی را به نوبت نگرفتند. بلندی هیکل 10 متر بوده. در پایه آن پیکره 3 متری سرباز مسلح دیده میشد. در پایه مجسمه همچنین به زبان روسی شأن و شرف و سربازان انگرین به خاطر شهیدان آزادی و استقلالیت وطن ما نوشته شده بود. مجسمه روز 19 مارس بعد از نیمه روزی ویران کرده شد. 10 نفر از ساکنان شهر شاهد تاریخی آن گشتند. مجسمه مذکور 9 می سال 1970 با مناسبت 25 سالگی روز غلبه ارتش شوروی ساخته بودند. این یک مجسمه بود همچون خاطر از شهیدان جنگ بزرگ وطنی. چون این یادگاری تاریخی را نباید ویران کرد. حکومت ازبکستان به اشتباه جدی راه دادند. من فکر نمی کنم که این اشتباه باید به مناسبت دو کشور لطمه وارد کند، چون بهای اقتصادیش خیلی گران است. بسیار مهم است در واخوری‌های دو جانبه با نمایندگان ازبکستان از این کردارشان خاطر رسان کنیم. من باوری دارم آنها بهانه خود را پیشکی آماده کرده‌اند. میگویند خوب اشتباه شده است و گناهکاران را الکی جزا دادیم. ما باید توجه به آن کنیم که تاریخ در این کشورها دستکاری نشود و جایگاه زبان روسی محدود نگردد. در همینجا برنامه ما به آخر رسید. بینندگان گرامی، نوروزتان مبارک باشد.